خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 نوحه شهرنو کنفرانس علمی ادبی خود را تحت عنوان امام علی رحمان معمار صلح و وحدت ملی پیشنهاد تماشابینان خوانندگان دیگر مؤسسه‌های تعلیمی نوحه نمودند. در هفته چهاربین معروضه‌های خوانندگان درباره خدمت‌های ارزنده پیشوای ملت در راه به دست آوردن صلح و وحدت ملی و تاریخ امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح بیان گشت. شعر و ترانه‌های وطن پرورانه خوانندگان برای بلند برداشتن حس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی همسالانشان اهمیت بلند داشت. امروزها سراسر کشورمان جشن است. جشن وحدت ملی جمهوری تاجیکستان. امروز ما تصمیم گرفتیم که یک چاره‌بینی بخشیده به سال جوانان، بلند برداشتن تربیت حقوقی شهروندان، بخشیده به 20 سالگی وحدت ملی پیشکش بینندگان گردانیم. و از برآمد خوانندگان برمی آید که خوانندگان با یک روحی بلند، با یک الهام تازه درکی وطنداری نموده میخواهند وطنی گل شکوفان خود را باز هم آباد و زیباتر گردانند. توسط نقش‌آفرین در صحنه اشتراکچیان کنفرانس علمی ادبی توانستند لحظه‌های حساس به هم‌آیی ملت به وطن برگشتن گریزه‌ها و دیگر منظره‌های دهشتبار دوره ناآرامی‌های کشور را تجسم کرده به این واسطه بار دیگر یادرس نمودند که کشوری در حالت نابودشوی محض با زحمت و تلاش و جانبازی‌های پرزیدنت کشور رها یافت و نسل امروز در فضای صلح و ثبات و مملکت آباد و زیبا چون تاجیکستان عزیز زندگی آسایشته دارند. در هر یک برآمد خوانندگان احساس کرده می شود که آنها در دل یک حس وطن دوستی دارند، افتخار ملی دارند، صداقت به وطن دارند. با مقصدی باز هم بلند و بهتر گرداندن تشکل معنوی خوانندگان در مؤسسه دوره به دوره در همه جشن‌ها چاره‌بینی‌ها گذرانده می شود. از آن جمله بخشیده به استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، بخشیده به روز کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان این گونه چاره‌بینی‌ها گذرانده می شود که قطره هم باشد تربیت حقوقی خوانندگان را بلند می‌بردارد. فرهنگ صلح تاجیکان و صلح و ثبات امروزه تاجیکستان افاده‌گری آرزو و آرمان و نیت و مقصدهای نجیب مردم شریف کشورمان بوده آنچون دستاورد استقلالیت ما در عرصه جهانی شهرت یافته است. محض برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها در بین مکتب بچگان می‌تواند نسل امروز را به درک اصلی مفهوم صلح و وحدت رساند و به انکشاف ذهنی و بلند برداشتن معرفت حقوقی آنها مساعدت نماید. گزارش خورشید علیمو بختیار قادرов از نوحه شهرنو برای برنامه اطلاعاتی نوید.